لیکن برای یه بنده الله تعالی اختیار داد. گفت بین زندگی در این حیات دنیا مشقتاش گذشت، عذابها را کشیدن. 23 سال از این 13 سالش در مکه، 10 سال در مدینه پر از جنگ و مشکلی ها، همه حل شد، همه برطرف شد. مکه مسلمانی شد، دولت وسیع شد، پر قوت شد. allakay به یک روزی رسیدن که کسی اگر قرضدار مرد، پیشتر قرضدار مرد جنازه نمیخوندن، گفتن که قرضش من نماز میخونم. یگان کس اگر به گردن گیرد میخوندن. اکنون وقتی آن آمده است که گفتن که کدام مسلمانی که قرضدار از دنیا وفات کند اون قرض بر ذمه من است، من صاف میکنم، راهبری دولت. و کدام آدمی که وفات کند و پول مانده برود، وای برای میراث خوراش، یعنی برای من نه، وای برای میراث خوراش است. فکر نکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا یک آدم پول بیارد دعا میکردند به خاطر اینکه پول آورد. نه، اون به خاطر کاری خیرش، به خاطر اون کاری که موافق شریعت است، الله تعالی همون کار را دوست می‌دارد، وظیفه دار هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعایی نکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پول و مال دنیای قدر نمی‌کردند، به خاطر پول و مال کار نمی‌کردند. وقتی عید قربان نزدیک میشد برای مردمی کمبغل گوشت نمیدادند، همت یاد گیرید، گوسفندی بتون میدادن قربانی کن خودت گفته. دولت تا همین درجه با قوت شد. اکنون الله تعالی اختیار داد بین حیات دنیا. اکنون وقتی چیندنی میوه آمد، مهنت کردی، مرحمت شاهانه زندگی کن، الله تعالی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اختیار داد بین حیات دنیا و بین آن چیزی که در نزد الله است. فاختار ما عند الله، آن چیزی که در نزد الله است و اختیار کرد. اصلا این صیغه غایبانه که در مسجد گفتن، در مسجد همه نشسته است، گفتن که یک بنده و الله تعالی اختیار داده است بین حیات دنیا و بین آن چیزی که در نزد الله تعالی هست. حضرت ابوبکر گریه کردن. دیگه هیچ کسی چی نفهمید از این گپ. حضرت ابو سعید خدری میگن که ما هیچی نفهمیدیم که یک آدم به الله تعالی اختیار داده است بین حیات دنیا و بین آن چیزی که در نزد الله تعالی هست. ابوبکر گریه دارد. بعد گفتیم که این موی سفید چی مجبور کرد که گریه دارد؟ یعنی این گپ کجاش جای گریه؟ کجای این گپ جای گریه؟ برای چی این موی سفید گریه دارد؟ ابوبکر نظر دارد. بعد فهمیدیم که اون بنده که اختیار داده شد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیان و حضرت ابوبکر اینه فهمیده است. ها نگفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بین ما میرن، اختیار کردن الکی پیش الله تعالی. حیات دنیا اختیار نکردن، پیش الله تعالی انتخاب کردن. برای چی گریه دارد؟ برای آنکه دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیبیند. 23 سال این جانب حضرت ابوبکر شب و روز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم جدا شدگی نیستند. در تمام حالت ها قطعی بودن، فقط یک سفری حج کردن، به اونم به سپارشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سال 9. اکثر اوقاتشان هر روز وزیر، دستی راست، مصلحتگر. بنابراین گریه کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بین ما میروند. و کان ابوبکر اعلمنا، و حضرت ابوبکر عالم ترین ما بود، هیچ کسی نفهمید، نه حضرت علی، نه حضرت عمر، نه حضرت عثمان، یگان کسی این گپ نفهمید، یک حضرت ابوبکر فهمید. بنابراین گفتن که و کان ابوبکر اعلمنا،